درود بر شما همیهنان گرامی و پارسوانان ارجمند. امیدوارم هر کجا که هستید تندرست و شاد باشید. در اینجا قرار است به آموزش خود هیپنوتیزم و مدیتیشن بپردازیم تا شما مخاطب گرامی بتوانید از آن بهره ببرید و سطح کیفیت زندگی خود را در زمینه‌های گوناگون مانند رشد فردی، کنترل و مدیریت احساسات و رفتارها و یا حتی رویارویی بهتر با شرایط پرتنش بالا ببرید. یک نکته را باید اینجا یادآور شد که هیپنوتیزم به تنهایی و به خودی خود درمان نیست، ولی میتواند کمک کننده بسیار نیرومندی در روند درمان باشد. برای شناخت بهتر و بیشتر هیپنوتیزم در اینجا به پرسش‌هایی مانند معنای هیپنوتیزم و گذشته آن، باورهای رایج مردم درباره آن چیست و همچنین چگونگی کارکرد و روش انجام هیپنوتیزم خواهیم پرداخت. هرچند نام هیپنوتیزم از واژه یونانی هیپنوس گرفته شده است که معنی خواب می‌دهد، ولی این فرایند خواب نیست و برخلاف باور بسیاری از مردم، فرد هیپنوتیزم شونده هوشیار است و این هوشیاری را می‌توان نیز با الکتروانسفالوگرافی یا نوار مغز بررسی کرد. پژوهشگران هنگام ثبت نوار مغز افراد هیپنوتیزم شده مشاهده کردند که امواج مغزی آنها در بازه 4 تا 8 هرتز قرار می‌گیرد. این دامنه موجی تتا نامیده می‌شود و میان خواب و بیداری است، یعنی فرد هوشیار است و می‌تواند پاسخ بدهد و تلقین‌ها را بپذیرد یا رد بکند. پس برخلاف باور برخی که فکر می‌کنند که فردی که هیپنوتیزم می شود کنترل خود را از دست می دهد و همه چیز در اختیار هیپنوتیزور قرار می گیرد، این دیدگاه نادرست است و از نظر علمی رد شده است. در فاز تتا علیرغم هوشیاری، توانایی پذیرش و تلقین پذیری بسیار بیشتر از حالت بیداری است و دسترسی به ناخودآگاه نیز بسیار ساده تر می شود. با این حال این پذیرش همچنان به باورهای فرد هیپنوتیزم شونده بستگی دارد. یعنی اگر گفتاری ناسازگار با باور شخص باشد، حتی در عمیق‌ترین مرحله نیز آن را نخواهد پذیرفت و ممکن است فرد را از خلسه بیرون بیاورد. و این خود نیز گواه دیگری بر این است که همه چیز بر پایه خواست و اراده فرد هیپنوتیزم شونده پیش می رود، نه هیپنوتیزور، و در واقع عمل اصلی را خود فرد هیپنوتیزم شونده انجام می دهد. اگر بخواهیم درباره سازوکار هیپنوتیزم صحبت بکنیم، باید بدانیم چرا مغز وارد فاز هیپنوتیزم یا همان دامنه تتا می شود. پاسخ این پرسش در توانایی محدود مغز برای پردازش همزمان داده هاست. بر پایه یافته های دکتر جیمز میلر، مغز ما در هر لحظه تنها می تواند میان 5 تا 9 حس را پردازش بکند و وقتی که این توانایی پردازش تنها بر روی یک حس متمرکز می شود، سایر احساسات به صورت ناخودآگاه پردازش می شوند و همین می تواند جرقه ورود به هیپنوتیزم باشد. پس بر این اساس می توان گفت که هیپنوتیزم موضوع تازه‌ای نیست، بلکه از آغاز زندگی بشر همراه انسان بوده است. این حالت در بدن ما کاملا طبیعی است و فیزیولوژی بدن ما به گونه‌ای طراحی شده که می توانیم حتی در طول روز چندین بار به صورت آگاهانه یا ناخودآگاه وارد چنین حالتی بشویم. برای نمونه، هنگامی که چشمهایتان را می‌بندید و به یک موسیقی دلنشین گوش می‌دهید، وقتی که تمرکز شما یکسره به شنیدن سپرده شود، حس بینایی کنار می‌رود و شما ناخودآگاه به خلسه نزدیک می‌شوید. یا هنگامی که شما غرق تماشای یک فیلم یا یک منظره بسیار زیبا می‌شوید، متوجه گذر زمان نمی‌شوید که به آن می‌گویند انقباض زمان، یعنی زمان برای شما بسیار کوتاه‌تر از حالت طبیعی آن حس می شود و اما در شرایط پرتنش برعکس آن رخ می دهد، یعنی چند دقیقه کوتاه برای شما ممکن است مانند 10 دقیقه یا بیشتر احساس شود که به آن انبساط زمان می گویند. با همین نمونه های ساده می توان دید که هیپنوتیزم دریچه‌ای طبیعی و همیشگی است که ریشه های آن به زندگی نخستین انسانها باز می‌گردد و تا به امروز همراه ما مانده است. پس اکنون با توجه به دانشی که نسبت به هیپنوتیزم و تاریخچه آن دارید، امیدوارم که بتوانید راحت‌تر و بهتر از خود هیپنوتیزم استفاده کنید تا هر وقت که نیاز بود برای کنترل رفتارها و احساسات خود
آن را به کار ببرید و سطح کیفیت زندگی خود را بالاتر ببرید. در پایان هر ویدئو تلاش می شود که شما شرطی سازی شوید، یعنی یاد می گیرید که با گفتن یک واژه یا فشار دادن یکی از انگشتان دستتان هرگاه که خواستید وارد خلسه شوید و دوباره آن آرامش و حس خوب را به خود هدیه دهید. امیدوارم ویدئوهای آینده برای شما مفید باشند. تندرست و مانا باشید و شما را به خدای بزرگ می‌سپارم.